سرخط مهمترین خبرها با دادستان‌های توجیه گوش کردن و ثبت گفتگوی تلفنی را آموختند. نگرانی یهودی‌های بخارا از کم شدن هم‌ملتانشان و مقامات قرقیز را به نبستن رادیو آزادی دعوت کردند. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز جمعه 28 اپریل است. گروه از دادستان‌های تاجیک طرز گذرانیدن گفتگو و نظارت خبرهایی که توسط شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند، همچنین گوش و ثبت کردن گفتگوی تلفنی را آموختند. سامانه دادستانی کل تاجیکستان در این باره خبر داده نوشته است که این تصمیم با دستور یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان صورت گرفته است. با اطلاع منبع، مشغولیت تعلیمی از 4 تا 12 اپریل در 3 منطقه تاجیکستان با اشتراک بیش از 70 مفتش دادستانی حربی، دادستان‌های ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برگزار گردیده است. بنا به قانونگذاری تاجیکستان، ویران کردن محرمیت مکاتبه، صحبت‌های تلفنی، مراسلات و مخابرات تلگرافی یا دیگر مخابرات منع بوده. طبق کدکس جنایتی برای ویران کردن این معیار قانون جوابگری پیشنهاد گردیده است. اما در برابر این کدکس مرافعه‌ای جنایتی به دادستان‌ها اجازه می‌دهد که در حالت‌های مقرر نموده قانون از جمله تفتیش پرونده جنایتی درباره جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین با اجازت سود گفتگوها را گوش و ثبت نمایند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در رابطه با قرار دادگاه قرقیزستان برای قطع فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی در آن کشور اظهار نگرانی کرده است. بستن رادیو آزادی یکی از معروفترین و معتمدترین منابع خبری قرقیزستان بر رسانه‌های مستقل این کشور یک سیگنال سرد است، گفته است هماهنگسازی برنامه‌های کمیته در اروپا و آسیای مرکزی گلنوزه سعید. و از مقامات قرقیز دعوت کرده است که این قرار را فوراً بکار کنند و به فعالیت سامانه رادیو اجازه دهند. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی جیمی فلای قرار دادگاه ناحیه لنین شهر بیشکک را برای بستن بخش قرقیزی رادیو شرح داده، گفته است که رادیو از بالای قرار نفرت آور دادگاه شکایت خواهد کرد. دادگاه ناحیه لنین شهر بیشکک قرقیزستان روز 27 اپریل با درخواست وزارت فرهنگ آن کشور فعالیت بخش قرقیزی رادیو آزادی را برهم داد. در شکایت وزارت به دادگاه ذکر شده است که گزارش ویدیویی درباره مناقشه در مرز قرقیزستان با تاجیکستان حذف کرده نشده است و آن هنوز هم در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. یهودی تباران بخارا از کم شدن هم‌ملتانشان در این شهر اظهار نگرانی میکنند و میگویند احتمال مکتب و مرکزهای دینی و فرهنگیشان اکنون مثل آثارخانه باقی ماند. در 3 سال اخیر بیش از 20,000 یهودیان بخارا به اسرائیل و آمریکا و دولت‌های اروپا کوچ بسته دیگر برنگشتند. خویش و پیوندانشان میگویند احتمال با بهبود شدن وضع اقتصادی آنها دوباره برگردند. فرزان محمدی از شهر بخارا گزارش میدهد. در دل بخارا و در مرکز شهر قدیمی آن محله است که آن را ساکنان و مهمانان به نام کوچه یهودیان میشناسند. برای تماشای این کوچه و دیدار با یهودی تباران بسیار از چهره‌های سیاسی جهان، آغاز از هیلاری کلینتون، خانواده اسلام کریموف و شوکت میرزیویف تا یوسف رحمان دادستانی کل تاجیکستان نیز رفتند. ولی در اینجا خیلی کم با نمایندگان این قومیت و ملت دچار شدن ممکن است. هرچند تا چند سال پیش این خانه و حوله ها را آنها صاحبی کردند و همکنون بسیاری از آن را فروخته و به دیگر کشورها کوچ بستند. آتابک مرادوف ساکنی تاجیک تبار بخارا 22 سال پیش به محله یهودی تباران آمده است و دست کم 4 حوله آنها را خریداری کرده است. همه آن را به هم یک کرده و درش را برای سیاحان و مهمانان رایگان باز نموده است. او میگوید نقش و نگار آن مربوط به فرهنگ یهودیان است و در حفظ و نگهداری یونسکو قرار دارد. به گفته تاریخ‌دانها این خانه را 200 سال پیش ساخته و چنین آرا دادند. اینجا رستوراسیون نشدگی اصل چطور ایستاداست، همین حالش که ایستاداست این خانه. کراسکش، نقشش، خودش این 25 سال خانه محکم بود. اینجا بخارا یهودیش تگی حاضر بخارا یهودیش بهش اولا که خوجاینش امریکا با بروکلین میشند. اینجا اگه وای نبیرش نامش سلامون.
اینجا 25 سال محکم بود. 4 سال 2018 سال اومدگی بعدش اینجا خونه یکون اونو فروخت و رفتگی بود و بعد فروخت اینجا. ولی چندین خانه و حولی‌های در این کوچه قرار دارند که سالیان زیاد به گفته باشندگانش دری قلف زده دارد. یک کلیت چیزش دمو ما درم میگردیم. دیگه آدم نمیشند. صاحبش کجا به کی میاد؟ امریکا و نمیاد. چی به یک پسر روشم میرید. 5 سال 10 سال پسر روشم میرید. حاضر چه اینو نفروختش از اونش زنده ولی اگه اونش وایشه انسانی بعد میفروختش. واتش با خود یاسمیو. حالا یکی از آخرین مشعلداران این قوم در بخارا امام خطیب مسجد یهودیان و رهبر آنها ابراهیم اسحاقوف است. او بیشتری وقت خود را در این عبادتگاه که 400 سال پیش ساخته شده است پی قبول و گسیل مهمانان می‌گذراند. به گفته او حالا در بخارا حدود 200 نفر یهودی تباران باقی مانده‌اند. تا سالهای 90 عصر گذشته 23,000 یهودیان در بخارا زندگی می‌کردند. با تأکید اسحاقوف هرچند کسی یهودی تباران بخارا را نرانده است و یا تضییق و فشار نآورده است ولی بیشتر با تشویق خویش و پیوندان بیرون از کشورشان آنها را وادار به ترک زادگاه نموده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از کشتار بیرحمانه جوانزنی خبر داده است که از جانب شوهرش به قتل رسانده شده است. به اطلاع منبع نیمه شب 26 اپریل تخمینا ساعت 12:30 شب مرد 38 ساله ساکن ناحیه جبار رسولوف در خانه استقامتی خوله همسرش از حسیات رشک و بدبینی نسبت به همسرش جوانزنی 23 ساله ساکنی همین ناحیه را با کرد خوجگی 6 مرتبه به قسم‌های گوناگون اعضای بدنش زده است. او با مفتشان شرح داده است که همسرش نیمه شب با تلفن صحبت میکرد. در نتیجه ضربه جوانزن در جای حادثه به هلاکت رسیده است. حالا نسبت به گمان برشونده پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. تفصیلات دیگری حادثه هنوز دسترس نیست. سالانه در تاجیکستان چندین قتل همسران از جانب شوهران ثبت می شود. دلیل اکثری آنها را مقامات مناقشه خانوادگی می دانند. کشتار یا قصد کشتار همسران از دست شوهران طوری از نتیجه های تفتیشات برمی آید اساساً در زمینه رشک صورت می گیرند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 28 اپریل خبر می دهد. 28 اپریل سال 2004 پارلمانی تاجیکستان کنونسیا یا اعلامیه بین‌المللی مبارزه با مبلغ‌گذاری تروریسم را به تصویب رساند. هدف این سند نظارت سخت از گردش پول و داد و گرفت‌های پولی در بانک‌های کشور و پیشگیری از احتمال مبلغ‌گذاری شدن عملیات خرابکارانه تروریستی میباشد. منقدان میگویند با استفاده از چنین معیارها حکومت تاجیکستان دست به سرکوب مخالفانش میزند. روز 28 اپریل سال 2021 در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه سر زد که نتیجه بالا رفتن کنشی نوبتی بر سر حل نشده ماندن بحث‌های مرزی میان دو کشور همسایه بوده است. در نتیجه این نزاع که از نظر وسعت خشونت‌ها بی‌سابقه بود، از هر دو طرف 55 نفر کشته و نزدیک 300 نفر زخمی شدند. هر دو جانب همدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار می‌کنند. این نزاع بحران مرزی میان دو کشور را عمیق‌تر کرد، هرچند حکومت‌ها گفتند گفت و شنود را برای حل بحث‌های مرزی ادامه می‌دهند. 28 اپریل سال 1945 هنرپیشه تئاتر و سینما قیام‌الدین چقلوف تولد شده است که در 75 سال عمرش بیشتر با اجرای نقش‌های مضحک‌اش معروف گردید. اکثر وقت در صحنه تئاتر دراماوی به نام لاهوتی کار کرده، در نمایشنامه‌های مثل اسیان عروسان، جیان خیره، رودکی و ده‌ها دیگرها نقش آفریده است. برای دایره وسیع تماشابینان با اجرای نقشش در نمایشنامه‌های کلان تلویزیونی مثل صدا استابوت آشنا است. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی شما می توانید روزهای استراحت هم در سامانه و صحیفه های شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش های اخیر را پیدا نمایید و تماشا کنید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خیر، خدا نگهبانتان.